سلام علیکم بچه‌ها. در این درس ما می‌خوایم با شما باز یک اپراتور دیگر رو بذاریم. اپراتور نه انیخترش تکمچه کماندوی همین تایمر رو. خب یکی از اصول‌های استفاده برای تایمر رو ما با شما دو نمونه نشون میدیم در این درس. یک چیزی که داریم توضیح میکنیم و ما در کار نیست. خب چخیلی که می‌بینید تایمر رو میگیریم. اصولی یکم در اینجا ما دو تا تکست باکس میگیریم. خب دو تکست باکس رو ما گرفتیم. یک تا لابل میگیریم. خب یک تکمچه کماندوی. تکمچه کماندوی با ما در کار نمیشود، فقط در حالتی انجامی کاری برنامه. این رو من کمتر رنگ بار میکنم. تکمچه تکستی رو حرف رو کلانتر میکنیم. خب با فونت رقمی 18. خب حرفای ما کلانتر که شد. یعنی از ما اتوماتیک کنیم جدول عملهای جمع ضرب طرح رو استفاده میبریم. مثال رو من توضیح میکنم. تکست چوشی با تکستی ترمه ایندکس مارس تکست اینها رو توضیح میکنیم. خب من اکنون با بالای تایمر پخش میکنیم. چرا که میبینیم اینتروال ما 0 مونده است. ما با جای اینتروال 5 میمونیم. 5 بسنده است. اکنون با بالای تایمر دوبار پخش میکنیم. کدی که درس پیش نبود در کار نیست توضیح مینمیم. خب در داخل چخیلی که میبینید تایمر 1 تیره تایمر پیدا شد. در اینجا ما مینویسیم برابری واو تکست یک نقطه تکست. خب در پایانگیش به برابری وال تکست دو نقطه تکست. اکنون در پایان ما مینویسیم. خب اس برابر آ جمع ب در پایان خب لابل یک نقطه کپتیون برابری در برابری اس.
حاضر ما اگر برنامه رو با کار داریم در نمیم خانچه هایی که ما چیزی که نویسونیم این اتوماتیک جوابش رو در اینجا میبرد. ایدئالاگه این چخل که میبینید علاقه 0 میبرد. نه در اینجا میبینیم 8 در اینجا باشد 9. چخل که میبینید رقم رو وارد کردن برابر اینها جوابش رو میبرد. انا این بود اتوماتیک کنونی یعنی ساختن جدول الکترونی عادی. خب چخل که شما دیدید ما این کار رو کردیم. برای که ما فهمیم گپ در چی است بنا این تایمر که ما در اینجا 5 موندیم این 5 نانوثانیه گویم هم خطا نمیکنیم. مثال 100 مونیم کمتر برنامه سست‌تر میشود کار کنیش. خب 1 5 کمتر هم باشد دیر کرده است اول پخش کردن برابر علاقه کار میکرد. این رو اگر مثال گیریم تایمر چه شد؟ این رو اگر ما مثال گیریم 500 گیریم وزیر در نتیجه 500 برنامه با خیلی هم باشد سست‌تر میشود. مثال 6 5 علاقه فهمه است. خب این رو چند خیلی که در ما مدتی اون رو دراز میکنیم همون قدر برنامه سست کار میکنند. مثال میگیریم 1000 دیر پیدا شد. چخل که میبینیم وابسته به همون بود جواب. خب این رو ما با شما گفته گذاشتیم. من اکنون اصول دویمی همین. اصول دویم چی است؟ به حرکت در آوردن رسم. خب چخل که شما میبینید حاضر در اینجا یک ماشینچه رو به حرکت میداریم. از همون بعد درس میدار جمع بست میکنیم. چخل ماشینچه رو به حرکت میداریم. من یک ماشینچه تیار کردم موندم. ایمیج چوشید یک ایمیج میگیریم با این ایمیج ما از اینجا رسم میگذاریم. پیکتوره چوشید آواتون پیکتوره جایی که رسم رو تیار کردم موندم با همونجا میرویم و با چیست ماشین چه چوشی در اینجا نیست. خب بنا ماشین چرا یفتیم چل که میبینیم این بود ماشین چه ایمون اگه ما ایجا دارید بالوناش رو تونامیتم فقط این ماشین چه خودش اویست همین طرف باید که اومدن بگیرن. با این تگمچه های تایمر وارد میشویم می نویسیم ایمیج زبان رو تغییر میدیم ایمیج یک نقطه خب ایمیج یک نقطه خب در اینجا می نویسیم نقطه لفت خب برابری اس. انا اکنون ما خودی اس رو زیر در اینجا می نویسیم. اس چی است؟ در اس می نویسیم اس برابری اس جمعی 100 و که همون 100 تا پیش رفته میگیره 100 خونه چه. خب در اینجا می نویسیم دیم اس آر اینتجر تا اس ما با مسیو تبدیل نتیم اس کار نمیکنه یعنی راه نمیگردن. برنامه را سر میتیم باز ماشین چای ما باید با پیش حرکت کردن سر کنیم.
چهل که میبینیم ماشینچای ما پیش رفته است و اوستا ما باید کمتر تستر را گردانش کنیم. تایمر را میبینیم چهل که در اینجا ما 1000 گرفتگیم 500ش میکنیم. یعنی اکو ماشینچای ما باید تستر زیر افزار میبینیم نظر با او تست شید. اگر از ما تایمر را با تماما بگیریمش مثال 100 دمانیم با ayda tez میروم. چقدر شید. خب من این بود استفاده برای تایمر با در درسی مقدارم میره با که اگر یه جای را من کدانی باشه با میتونیم نویسونیم. خب ویدیوش هم با یگان وقتی دیگر میفهمونیم چخیل اینجا را محکم کنیم که ماشین گذاشتن رو با سربا یگان کار دیگر کنه. خب سربالند خانه آباد باشد این بود درس 8 آید به برنامه ویزوال بیسیک.